UFC توپوریا را امرای 40 سالیوه را جوره کرد. هر کدامش که برنده شد سر کمربند فایت میکنن امرای اسلام مکاچف. ای کومین ایونت است با تاریخ 28 شهر. مسابقه شو که 2 ماه بعد است پدر UFC حمزه شمایف سر کمربند دوپلیسی فایت میکنه 84 کیلو. انشالله قهرمان وزن میشه. اسلام مکاچف کمتر از یک منتظر میمونه که به تاریخ 10 می بلال محمد از کمربند خود که دفاع کرد و بعد از او یک وزن بالا میره و امروز از او مسابقه میکنه. روز یک شنبه UFC است که الکساندر ولکانوفسکی فایت میکنه سر کمربند که کمربند خود بر میگیره و همچنان مایکل چندلر مسابقه میکنه و گفته که یک بار دیگه سر کانر مگریگر صدا میکنم که یک انسانی است که دیگه خود استاد نشد. امروز میخواست فایت کنه که مرا 3 سال منتظر موند. کانوفسکی از سال 2014 تا سال 2022 21 مسابقه را برده بود بدون شکست. وقتی که یک وزن بالا رفت امروز اسلام مکاچف مسابقه کرد که 2 دفعه باخت و بعد از او برگشت در وزنش که 1 دفعه دیگه باخت امروز توپوریا. بزرگترین مسابقه سال خود بود و چی فکر میکنین پدر UFC حمزه شمایف دوپلیسی را زود خلاص میکنه یا امروز یک مسابقه طولانی میکنه؟ پیش بینی شما چی است؟ بخیر تاریخ 28/6 فراموش نکنین که 2 ماه دیگه مونده. بخیر.